اردویش ورد پروسسر است وام ورد پروسسر است یم ورد پروسسر است دا وام اپلیکیشن و داکومنت جور میشه دا یم اپلیکیشن و داکومنت جور میشه تنها فرقش چی است که بسیار ادوانس است دای هر همون چیز که با خاطر اپلیکیشن و داکومنت ضرورت است دای هستن ولی دا او نیستن فهمیدین این بسیار مهم پروگرام است باز دیروز لیاوتش خواندیم که در لیاوت چی داره تایتل بار منیو بار کنترل بتنز رولر استیتس بار این چیزا بودن ولی کمی دیگه هم پیش میرم می آپشنایشان مثل ورک پید واری هستن چندان فرق نداره شاید زیاد کدشان بلد باشه خب ما یک بار چی میخوانیمش مثلا من نوشته میکنیم ایمی زیرش که سرخ لاین میه چی مانو؟ سپیلنگش غلط است اینجا هر لغاتی که نوشته میکنیم وقتی که زیرش سرخ لاین میه به این معنی که سپیلنگشان غلط است با سرش رایت کلیک میکنیم صحیح سپیلنگش برای ما نشان میده کلیک میکنیم خودش صحیح میشه وقتی که نام نوشته میکنیم مثلا این نام نوشته کردیم زیر ازی هم سرخ لاین میه با سر ازی اگر رایت کلیک کنیم باز چی میشه چون هر لغاتی که ما نوشته میکنیم این نظر به دیکشنری اگر در دیکشنری باشه زیرش سرخ لاین نمیه اگر نباشه باز میه ناما در دیکشنری نیستن از این خاطر ناما رو که نوشته میکنین زیرش سرخ لاین میه باز وقتی که مطمئن باشین که این نام صحیح است باز اینجا ایگنور کلیک میکنی که همین قسم بانشه اگر هیچ ایگنورم نکنی سرخ لاین باشم این در پرینت باز نمیه وقتی که پرینت میکنین این خاطر که نام پشتو هستی در هر نامی که ما نوشته میکنیم ناما در دیکشنری نیستن بیا ایگنور کوی یا ارت دیکشنری هم کوله و وقتی که لاین آبی می آمد او معنیش چی داشت؟ که گرامرش غلط باشه مثلا من اینجا نوشته میکنم که he is با سرشن رایت کلیک زد که لاین آبی زیرش آمد به این معنی که گرامرش غلط است رایت کلیک میکنی صحیح برات نشان میده کلیک میکنی صحیح میشه فهمیدین این کارا در ورک پید نمیشد نه اینجا میشه به خاطر که ما گفتم این بسیار ادوانس پروگرام است نظر به ورک پید خب هم از این یک سر شروع میکنیم یک جمله رو انتخاب میکنیم در اول فاوند بود فاوند استایل بود میفهمیدین که به خاطر چی هستن استایل تکست رو تغییر میده خط تکست میگه استایل تکست رو تغییر میده هر یکش که انتخاب میکنه اون مقسم میشه خب سلکشن بر ضرور است که اون جای باید انتخاب کنی هر جمله رو که میخوای تغییر بیاری او رو باید انتخاب کنی و این فاوند سایز بود هر قدر که زیاد میکنی با اون اندازه خط کلان میشه اینم یاد داشتین که کلیک میکنین یک کلان میشه و پس خرد میشه بولد دبل میکنه پسش میکنه ایتالیک کمی کج میکنه اندرلاین لاین میتا ایده مابینش یک لاین این دوتا به خاطر چی بود؟ سوپرسکریپت and سابسکریپت وقتی که فرمولا رو نوشته میکردیم مثلا من نوشته میکنم که H2O باز به خاطر که می 2 یک کمی پایین بیه این انتخاب میکنه باز اینی اکسدور از سابسکریپت کلیک میکنیم اونو کس پایین میشه و اگر نوشته میکنیم که x به توان 2 باز دویش انتخاب میکنیم سوپرسکریپت کلیک میکنیم که این قسم خورد بیه این مثبت پی کل مربع مثالی تا که فرمول واره معلوم شود بعد از او یک جمله رو که انتخاب کردیم اینجا کیسز داره این رو که کلیک کنید سعی کنید اینجا سنتنس کیس سنتنس کیس اینی لغات ها رو که میبینین به همین قسم میسازید مثلا اگر ما سنتنس کیس کلیک میکنیم در سنتنس کیس اول حرفش کلامش دیگهش کلش خورده است یا نه هر جمله رو اگر کلیک کنی میره کتش کلیک کنی اون جمله رو اون قسم میسازه اول حرفش کلام دیگهش خورد هر جمله رو که انتخاب کرده باشی و اگر لور کیس کلیک کنی چه قسم میشه کلش خورد میشه ضعیف نه لور اینجا کلش حروفش خورده است یا نه اگر ما کلیک کنیم جمله رو که انتخاب کردیم کلش چه قسم میشه الفابتش کلش خورد میشه میبینید کلش خورد شد و اگر اینجا بیایم اپر کیس کلیک کنیم کلگیش کلان میشه و اگر کپیتالایز اچ ورد کلیک کنیم باز چی میشه اول حرفش کلان از هر لغات اول حرفش کلان میشه سکو از هر لغات اول حرفش کلان میشه و اگر اینجا توگل کیس کلیک میکنی چی میشه اولش خورد دیگهش کلان نظر به این جمله اینجا که هر قسم هست اون قسم میسازه یعنی کلیک میکنی این قسم میشه شارتکتش چی است F3 shift F3 shift قایم میگیری F3 را میزنی F3 چک کلش کلان شد کلش خورد شد هر حرفش کلان شد میبینید این شارتکتشون است فهمیدین تو اینجا بعد از او است اینی آف غلطه یا آف نه بلو لاین چی بی گرامر لحاظ غلط ده
رایت کلیک گرو وایدا اوی باید وړای وي کلیکی کار داره Institute of Information. No. This will- ایره پس انتخاب میکنیم میایم بخاطر اینجا ایره دیزاین میگه یا افکتس برش میگه هر خط که انتخاب کرده باشین از اینجا میتونین افکتس بدین دیزاین مثلا این قسم شود میبینین هر یکی کلیک کنین اون قسم میشه سایزشون یکم دیگه هم کلان کنیم که خوبتر واضح معلوم شه میبینین این هر دیزاینی که کلیک میکنین اون قسم دیزاین میگیره یا کلش دیزاین هایشان است این به خاطر اوتلاینش چهار طرف لاین هایش رنگ میته در پینت اوتلاین خوانده بودیم میادتان است لاین هایشان باردرشان سک باردرش هر رنگ میته و این شادوز سایه برش میته بر خط میبینین سایه سایه برش میته اینی شکلی کنیم خوبتر معلوم شه میبینین پایین سایه آمد و دیگهش هم یاشا این کلش دیزاین هایش است ریفلکشن که دو پایین دوباره معلوم شه میبینین این ریفلکشن میگه و این کل دیزاین هستن باز شما یک یک چک کنین فهمیدین کلش دیزاین هستن هر یک که انتخاب میکنی این خط دیزاین میگیره بعد از او کلر است یکی اینی بود یکی اینی بود این به خاطر کدام کلر بود خود خط گر رنگ انتخاب میکنی خط رنگ میگیره و دیگهش هایلایت سرش رنگ میگیره هر رنگ کلیک کنی رنگ میگیره بعد از او چیز کلیر آل فارمتینگ ایره که کلیک کنی خط پس چی رقم میشه پس ساده میشه کلیر فارمتینگ اون فارمتشانه کنسل میکنه جانه جوری خیره اوز درزم فهمیدین کلیر فارمت چی میکنه فارمتشانه کلیر میکنه بعد از او الاینمنت بود ایرم بلد هستین که الاین لفت اگه باشه خط طرف لفت و طرف رایت باز میه خط که نوشته میکنه از لفت شروع میشه باز این طرف میه و اگه این را سنتر میکردیم باز در مابین که نوشته میکنه حالا این طرف هم میره و طرف هم میره و اگر رایت میکنین باز و طرف میره و اگر جستیفای میکردیم باز چی میشود وقت که زیاد باشه خط مثلا اینی را ما کاپی پیست میکنیم که جمله زیاد شود کجا رفت این اینجا کاپی پیست میکنم صحیح از این طرف کلش از یک جای شروع شده از اینجا کی است باز یکیشو طرف است یکیشو طرف است بخاطر که ما مارجین زمین انتخاب کردیم نه این فاصله اینجا است این فاصله اینجا این فاصله اینجا آره این جمله از اینجا شروع شده تا اینجا دیگه ایش که از اینجا شروع شده باز اینجا آمده اینجا کم جای خالی است چرا خالی است بخاطر که این تکنولوژی لغات که است اینجا جای نمیشه اگر نیم اینجا میاره نیم اینجا میاره باز اشتباه میشه نه باز وقت که میخواستی که هر دو طرف منظم بیان تا که راپور یا داکومنت هر چیزی که جور کرده باشی که عموم منظم معلوم شود باز می اینجا جستیفای کلیک میکنی جستیفای چی میشه فاصله بینشون زیاد میشه این طرف و این طرف هر دویش منظم میشه بریا یه خود طول دست با آقایش دست امکانش نه نه صرف ده بس فاصله زیاده وی داد نه مطلب نه چیزی دیگه در بریا په ابتدا کې نور یو څه ودی صرف د دې جستیفای وظیفه ده چې دا طرف و دا طرف منظم منظمی که در اینجا باز جستیفای سه حالت داره جستیفای لو جستیفای میدیم جستیفای های کم زیاد بیخی زیاد ای باز فاصله هاشون بیخی زیاد میسازه اگر کم هم باشه مثلا جمله کم باشه باز اون فاصله هاشون زیاد میسازه که این طرف برابر میکنه این میگه جستیفای فهمیدین یارا خب بولیت سبانین میایم اینجا لاین سپیسینگ لاین سپیسینگ چی کار میکنه فاصله بینشان زیاد میکنه هر پاراگراف که انتخاب کرده باشین فاصله بینشان زیاد میشه میبینین و اینجا هم لاین سپیسینگ است یه که کلیک میکنین اینجا باز نوشته میکنه که لاین سپیس چقدر باشه مثلا میگم به اندازه 2 باشه اوکی کو به اندازه 2 میشه از اینجا هم هستن که انتخاب کنین و اینجا هم هست که آپشن هایش باز پس آن میخوانیم add space before paragraph remove space after paragraph پاراگراف چی است پاراگراف رو باید بشناسین اینجا نوشته است که چی است پاراگراف این آپشن ها کلش است پاراگراف است پاراگراف چی را میگه وقتی که یک جمله را نوشته میکنین مثلا اینی باسی رو کم کنیم که فاصلهش خورد شود ما اینجا یک جمله را شروع کردیم نوشته میکنم تا اینجا آمد اما قسم پیش میرم نوشته میکنم تا که من اینتر نزنم این کلش یک پاراگراف است تا وقتی که اینتر نزنی کلش یک پاراگراف است هر قدر که زیاد شد مثلا من اینو نوشته کردم میرم این کلش یک پاراگراف است ولی وقتی که انتر کلیک کنیم تا که به دیگه لاین بره پاراگراف چنج میشه باز که کلش پاک کنیم این از نوشته میکنیم از اینجا اینجا انتر کردیم باز نوشته کردیم باز انتر کردیم باز نوشته کردیم
حالا اینجا چند پاراگراف است؟ 3 پاراگراف. به خاطر که 3 دفعه اینتر از اینجا اینتر شد. حالا یک پاراگراف است، دیگه پاراگراف است، دیگه پاراگراف است. چه قسم معلوم میشه؟ اینجا اینی آپشن کی هستن؟ اونو. ایشو کل فورماتینگ برات نشان میده. اینی رو کلیک میکنیم. اینی علامه است چی است؟ از پاراگراف. اینی چه از پاراگراف چنج شده؟ اینجا پاراگراف چنج شده و اینجا پاراگراف چنج شده. پاراگراف خوبیش چی است؟ مثلا اینی پاراگراف است این مابینی. فقط من اینجا کلیک میکنم. حالا میام الاینمنت چنج میکنم سعی که از کل پاراگراف چنج بشه. ضرور نیست که کل جمله را انتخاب کنی. کلیک میکنم. مثلا لاین اسپیسینگ چنج میکنم تنها از می پاراگراف که کرسر است از اون چنج میشه، از دیگهش چنج نمیشه. فهمیده؟ ایره میگه پاراگراف. خوی فاصله رو پس کم میکنم، این نشانه رو پس میکنم که معلوم نشود. حالا در پاراگراف اولی ما کلیک کردیم، سعی کنیم اینجا کم فاصله است. میبینید؟ انتر رو نزدیم. بین این دو تا بینش انتر نیست. ولی بازم فاصله نسبت به این لاین زیاد است یا نه؟ باز اینی فاصله را اگه کم میکردین باز میاین سعی کنید اینجا کس یکی اینی ریموو اسپیس افتر پاراگراف است که در این پاراگراف که کرسر ماندی بعد از اینکه این پاراگراف است فاصله شان ریموو شود، ریموو دیلیت شود. یعنی اینجا کلیک میکنیم میگه ریموو. و اگه مثلا ما در کرسر مانده باشم در مابینی و بالا فاصله را کم میکنیم بازی چک. فهمیدین؟ این سپیسینگ بین پاراگراف ها که است ریموو میکنم. خب بعد از او اندنت است. اینیا را اندنت میگه، دیکریز اندنت، اینکریز اندنت. مثلا اینی پاراگراف مابینی ما میخوایم که نظر به این پاراگراف ها یک کمی پیش شروع شد یا نظر به این پاراگراف ها از این طرف یک کمی پیش خلاص شد. باز کرسر میمونی، ضرور نیست من گفتم به خاطر پاراگراف ضرور نیست که کل پاراگراف سلکت کنی، فقط کلیک کو. حالا اینجا میام اینا میگم این پاراگراف اینکریز اندنت چک چی میشه؟ از طرف لفت نظر به یا یک کمی پیش شروع شد. دوباره اگه کلیک میکنیم دیگه هم پیش میشه. پس کلیک میکنیم پس این طرف میه. فهمیدین؟ یارو چی میگه؟ اندنت میگه. اگه میخوای که فاصله شون زیاد کنی و کم. بعد از او دایرکشن است. این دو تا را دایرکشن میگه. این لفت تو رایت است. لفت تو رایت تکست دایرکشن، این رایت تو لفت تکست دایرکشن است. این مثل اینی الاینمنت واری هستن. مثلا اینجا ما خط نوشته میکنیم سعی کو دایرکشنش حالا چی کلیک است؟ اینی لفت تو رایت، از لفت به رایت. وقتی که ما خط نوشته میکنیم از طرف چپ با کدام طرف میره؟ با طرف راست میره. ولی اگه ما اینی شکلی کنیم رایت تو لفت باز خط این طرف میره، وقتی که نوشته میکنیم باز اون طرف میره. میبینین؟ حالا اینی کار خو الاینمنت میکنه. اگه ما مثلا الاینمنت چنج کنیم لفت کلیک کنیم اینجا آمد، وقتی خط نوشته میکنیم کدام طرف میره؟ این طرف میره. اگر رایت کلیک کنیم الاینمنت این طرف میره، وقتی خط نوشته میکنی باز این طرف میره. حالا فرقشان چی است؟ اردوش یک کار میکنه یا نه؟ فرقشان چی است که این دایرکشن که است این همیشه به خاطر زبانا باید استفاده کنید. مثلا ما اینجا به زبان دری یا پشتو هم میخوایم یک چیز نوشته کنیم. صحیح؟ الان دایرکشن چنج نمیکنیم، دایرکشن اون دایرکشن است، فقط الاینمنت چنج کنیم. رایت کنیم. کرسر اینجا آمد. حالا نوشته میکنیم به زبان پشتو یا دری. مثلا نوشته میکنیم که بریا اینستیتوت. صحیح؟ میخوایم حالا بعد از این انگلیسیش هم نوشته کنیم. به ادامه از این به انگلیسی نوشته کنیم. میایم این انگلیسی رو انتخاب میکنیم. حالا نوشته میکنیم. برای سگ کجا رفت کرسر؟ میبینید؟ ما میخوایم به ادامهش نوشته شود. این میخوایم بیاد. ولی وقتی که نوشته میکنیم او کجا میره؟ فهمیدین؟ این ولی اگه ما دایرکشن چنج کرده باشیم، مثلا میایم دایرکشن این رایت کلیک کنیم، الاینمنت هم چنج کنیم، دایرکشن هم چنج کنیم. حالا که نوشته میکنیم چی میشه؟ به ادامه از این نوشته میشه. فهمیدین؟ همیشه دایرکشن به خاطر این چیزا باید استفاده کنین. همیشه وقتی که با انگلیسی و پشتو میکس نوشته میکردین دایرکشنش باید رایت تو لفت باشه. فهمیدین دایرکشن؟ تا اینجا خب مشکل نیست. همین خبر بس است. برین هر یک تشریح کن